با مقصد تشکیل عملهای متشکلانه و سه نمودن موقع گروه‌های خود رهبریت تشکیلات‌های بین‌المللی تروریستی قرار گرداند که گروه‌های طالبان، جنگیان دولتی اسلامی، حرکت اسلامی ترکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی و دیگر گروه‌های افراطگرا که در قلمرو افغانستان فعالیت دارند زیر رهبری یگانه متحد گردند. نوامبر سال 2016 گروه نمایندگان خدمات مخصوص یکی از کشورهای خارجی با قلمرو جمهوری اسلامی افغانستان غیر رسمی سفر نموده با قماندان‌های گروه تروریستی که در ولایت‌های بدخشان، تخار، قندوز، بغلان، سرپول، جوزجان، فاریاب موقع دارند و اخریا گذراندند. اینچنین با قرار رهبریت تشکیلات‌های تروریستی بین‌المللی یک قطار قرارگاه‌ها و مرکزهای تعلیمی افرادیان از خارج کشور به سمت شمال افغانستان کشانده شده است. روز از روز زیاد گردن قوا و واسطه گروه‌های تروریستی با دستگیری خدمات کشورهای خارجی موقع این گروه‌ها را در ولایت‌های شمال افغانستان مستحکم وابسته نموده حل مسئله پاکسازی منطقه را مشکل گردانده شده است. مستحکم گردن موقع گروه تروریستی در سمت شمال و شرقی افغانستان برای عملی نمودن نقشه و مرام‌های سازمان‌های تروریستی بین‌المللی افراطگرا از جمله دولت اسلامی که به تهدید امنیت و ثبات کشورهای آسیای مرکزی روانه گردیده است زمینه مساعد فراهم می‌آورد. از این لحاظ آنها در سمت‌های مقابل جمهوری ترکستان یعنی در حدود مرزهای سرحدی جمهوری اسلامی افغانستان منطقه را انتخاب کرده هستند که از نگاه آنها برای عملی نمودن نقشه‌های خود نسبت جمهوری ترکستان و کشورهای آسیای مرکزی قلای به حساب می رود. قسم زیادی ولایت‌های یعنی ولسوالی دشت ارچی، امام صاحب، قلعه زال، خان آباد و 14 تحت نظارت گروه طالبان و جنگیان خارجی قرار داده شده است. در ولسوالی قلعه زال سمت مقابل ناحیه شرطوس گروه طالبان موقع استوار دارند که در صف آنها نیز شهروندان خارجی از جمله ازبکان، تاجیکان، چچن‌ها، عرب‌ها و غیره دیده می‌شوند. گروه مذکور دههای کلانترین منطقه قلعه زال، تربوزر، ظلم آباد، چهارگور و مرکز ولسوالی دههای اختیپا را با احاطه گرفتند. دههای مذکور از سرحد دولتی جمهوری ترکستان در مسافه از 10 تا 40 کیلومتر دورتر جایگیر می‌باشند. در ولسوالی امام صاحب باشد این حال گروه‌های متشکل طالبان زیر رهبری مولوی اسدالله و مظلومیان ولد شاه محمد فعالیت کرده است که آنها قسم زیادی ولسوالی را و تقریبا 55-60 کیلومتر سرحد دولتی افغانستان ترکستان را در این سمت تحت نظارت خود قرار دادند. سمت مقابل اطراف سرحدی 5 در ولسوالی دشت ارچی جنگیان گروه‌های طالبان تحت رهبری مولا شاکر ولدی ملنگ فعالیت می‌نماید و این گروه تقریبا حدود ولسوالی را پورا زیر تصرف خود قرار داده است. قسم زیادی اهالی محلی ولسوالی دشت ارچی پشتان‌ها تشکیل می‌دهند که از این سبب در این سمت نفوذ و موقع گروه طالبان استوار است. این سمت مقابل اطراف سرحدی 5 می‌باشد. یک قسم قواهای اصلی گروه طالبان و گروه تروریستی بین‌المللی را که در ولسوالی 14 ولایت قندوز جایگیر می‌باشند جنگیان خارجی تشکیل می‌دهند. در این گروه از سرحد تاجیکستان سرحد دولتی جمهوری ترکستان در مسافه 65-70 کیلومتر دورتر جایگیر است. تقریبا 70 کیلومتر خط سرحد دولتی افغانستان تاجیکستان در سمت ولسوالی خوجاغور، درقد، خوجا باودین و ینگی قلعه ولایت تخار که در روبروی ناحیه فرخور و همدانی جمهوری ترکستان جایگیر می‌باشند تحت نظارت گروه‌های متشکل طالبان قرار داده شده است. اینچنین در ولسوالی اشکمیش، فرخور، نمکاب و ورسج ولایت تخار نیز موقع گروه طالبان و افراطگران خارجی مشاهده کرده است. در ولایت بدخشان این زمان گروه‌های زیادی خرد و کلان طالبان و جنگیان خارجی عمل می‌کنند. آنها در دوام 3 سال اخیر قسم از حدود ولسوالی راغستان، کوهستان، یاوان، یفتال، بهارک، شهدا، ارگنجخو، وردوج، جرم، یمگان و زیباگ را تحت تصرف قرار دادند. در حدود ولسوالی راغستان، کوهستان و یفتال گروه طالبان با رهبری مولوی نجیب‌الله، مولوی صاحب نظر فعالیت می‌کنند. سمت مقابل اطراف سرحدی شمس‌الدین شاهین موقع آنها از سرحد دولتی تقریبا 45-50 کیلومتر دورتر جایگیر می‌باشد. باید نمود که اعضایان گروه مولوی نجیب‌الله ولد صاحب نظر
ҷонибдони равияи салафия буда гурӯҳҳои давлатии исломиро тарафдорӣ менамоянд, вале мавқеи муваққатан аз бардоштани парчами давлати исломӣ дар улусволӣ зикр гардида худдорӣ менамоянд. ҳоло гурӯҳҳои калони ифродаро ки бо онҳо хориҷиён шомиланд дар улусволи вардуҷ, ҷурм, юмғон, короманҷон, арганҷхоҳ ва роҳистон ҷамъ шуданд. Мунтазири воридшавии қувваҳои иловагӣ аз хориҷи кишвар мебошанд. Бо кушода шудани ақба ва форрасти фасли баҳору тобистон аз хориҷи кишвар эҳтимолияти ворид шудани гурӯҳҳои муташаккили ифродаро ба қаламрӯи ҷумҳурии исломии Афғонистон дар назар дошта шудааст. Бо назардошти гуфтаҳои боло ва мустаҳкам гардидани мавқеи гурӯҳи террористӣ ва экстремистӣ дар самтҳои вилояти шимоли Афғонистон, эҳтимолияти таниш гардидани вазн, авҷ гирифтани қочоқ ва тахрибкорӣ дар самти сарҳади давлати Афғонистон аз эҳтимол дур нест.